زکی خدادادی هستم، از کشور افغانستان، 23 ساله. از ولایت هرات افغانستان هستم. خاطرات زیادی دارم، از جمله پارا تکواندو بود. استارتش داخل ولایت هرات زدم. توی افغانستان کسی که دختر به دنیا می آورد یک ننگ حساب می شد و من دختر به دنیا آمدم که هیچ در کنارش معلول مادرزاد به دنیا آمدم، ولی آدم خیلی قوی بودم که تا اینجا خود رساندم. خوشبختانه به خاطر از اینکه یک خانواده خیلی روشن فکر و از خانواده خیلی تشویق می شدم که خیلی کمک کردن که من به شکست قبول نکنم. با اینکه توی جامعه افغانستان ورزش کردن و هم یک دختر خیلی سخت بود، ولی پدر و مادر من قبل از اینکه من مبارزه رو شروع کنم اونا با حرف مردم شروع کرده بودن. تنها ورزشی که توی افغانستان برای معلولین اولین بار آمد فقط پارا تکواندو بود. خیلی مهم بود که اول خودخورده خانواده ثابت کنم و تنها راهش ورزش بود. Alors, ce qui caractérise pour moi Zakia, c'est une combattante. Elle est extrêmement déterminée. Quand on connaît son parcours, on sait qu'elle n'a pas eu froid aux yeux pour franchir les frontières. C'est une femme engagée, c'est une sportive engagée. Et disons que ça matche très bien aussi avec les qualités qu'on recherche dans un profil de champion et de combattant. من کابل بودم که برم ژاپن و دقیقاً 2 روز قبل از اینکه حرکت کنم طالبان آمدن، ولی خوشحال هستم که امروز تانستم با کمک فرانسه و بعضی کشورهای دیگه از افغانستان بیرون شوم. Puisque Zakia est arrivée cette année en septembre, progressivement elle a trouvé ses marques et là aujourd'hui elle est totalement intégrée dans la vie de l'INSEP sur le campus. من خوشحال هستم که امروز در فرانسه هستم و فامیل من هسته. من از تغییرات توی تمرینات خود 360 درجه احساس کردم که خیلی بهتر شدم. Elle a une soif de progression, d'amélioration, de travail sur elle-même. ورزش توی فرانسه ارزش خیلی بالایی داره. ورزش یک معجزه خیلی قشنگی برای زندگی. کسایی هسته که پناهنده میشن توی کشورهای دیگه و راهی هسته که خیلی سریع موفقیت میتونه داخلش ببینه. Le sport est un lien social, c'est pas simplement musculaire. شعار آزادی، برابری، برادریشان فوق‌العاده است. Il y a un tel niveau d'investissement physique, psychique et je dirais presque spirituel. On s'éloigne et on perd de vue totalement l'aspect handicap et on n'est que dans du haut niveau. در سکوی المپیک خودم میبینم و امیدوارم که بتونم یک نمونه و یک چهره مثبت توی دنیا و توی فرانسه و در بین مهاجرین باشم. Aujourd'hui, les médailles para, elles comptent autant que les médailles valides. Et pour nous, c'est encore une marque de reconnaissance, d'intégration et de réussite. دوست دارم زیر پرچم فرانسه بازی کنم به خاطر که کمک کردن من امروز زنده باشم و کمک کردن که من امروز در ورزش آرزویی که دارم برسم. همه جا زمین آسمان هستش که تو بخوای به آرزوهای خوب برسی، فقط باید امیدوار باشی.